إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. دستمزد معوقه همه نگهبانان و کارکنان قصر را بپردازید و همه آنها به جز رودامون را مرخص کنید. دیگر توان پرداخت دستمزد آنها را نداریم. جناب خفا هم کاهنان معبد را مرخص کنند. تأمین مخارج و غذای آنان برای ما مقدور نیست. معبد آمون از همان موقعی که یک کافر پیشکار این قصد شد باید بسته میشد. تا کنون هم بیهوده باز بوده. یعنی نگهبانی در قصر نیست؟ نه، همه رفتن جز رودامون. رودامون که به تنهایی نمیتواند همه قصر را محافظت کند. منظور؟ من در این انبار چیزهای زیادی دارم که به تنهایی نمیتوانم کاری کنم. اگر بانو زلیخا ما رو بیرون کرد چه؟ من هیچگاه اینجا رو ترک نخواهم کرد. امیدوارم هیچگاه این اتفاق نیفتد، چون من نیز نمیدانم چگونه میتوانم این قصر و بانو را ترک کنم. گمان میکنم ما هم باید به زودی از اینجا برویم. نگهبانان به لشکر مصر میپیوندند، کاهنان به معبد آمون میروند. ما کجا را داریم؟
از کودکی در این قصر بزرگ شده ایم. امیدوارم هرگز چنین اتفاقی نیفتد. اتفاقی افتاده عالی جناب؟ آری، اتفاقی بسیار مهم. من در منفیس کارهایی دارم که باید انجام دهم. تو باید به تبس بروی و این تومار را به آخناتون برسانی. اطاعت می شود. کی حرکت میکنی؟ همین امروز با کشتی از طریق نیل خواهم رفت. خدا نگهدار. احساس میکنم خواستن یوزارسیف از تو کار بیهوده است. بیچاره شدم. جناب رودامون، به خدایان سوگند من مقصر نیستم. حال به بانو زلیخا چه بگویم؟ او بفهمد من مجازات میکنم. چه شده؟ اینجا چه خبر است؟ انبار را غارت کردن بانو. صبح که به انبار رفتم همه چیز را برده بودن. حال چه کنم؟ بیچاره شدم. این چه وضعی است رودامون؟ تا کنون در قصر ما دزدی نشده بود. شما چه میکردید؟ عرض کردم بانو، نگهبانان نباید اخراج میشدن. من به تنهایی نمیتوانم قصر به این عظمت را حراست کنم. غارت کردن. اگر بدانم کار چه کسی بوده او را نابود میکنم. بیچاره شدم. بس کنین، همه زوزه نکش. اتفاقی است که افتاده. با این ناله ها نمیتوانی بر بی‌عرضگی خود سرپوش بگذاری. اطاعت کن. اطاعت. عجله کن، این جغد پیر هم اکنون می آید. آمدم. در این ظروف غذا خوردن چه لذتی دارد. بریم.
این را بانو خیلی دوست دارم. بر ندارم، کار درستی نیست. این مزد سالها زحمت و کنیزیست. بانو پیر شده، اینها را میخواهد چه کنم؟ بانو، چیزی از جعبه جواهرات شما کم نشده؟ گردنبند مروارید نیست. فهمیدم چه کسانی برداشتند. باید هرچه زودتر جلوشان را بگیرم. بایستید. رودامون، آنها را نگه دار. کجا؟ آن چیز که پنهان کردی؟ نتیجه عمری محبت و نگهداری از شما این بود؟ باید شما را ما تازیانه هلاک کرد. باید گرسنه به حبس انداخت تا نابود کرد. شما خدمتکاران ابلهی هستید. چرا زانو نمیزنید و از بانو عذرخواهی نمیکنید تا شما را عفو کنید؟ زانو بزنید تا بانو شما را ببخشد. ما را عفو کنید بانو. ما پوزش میخواهیم بانو. بانو التماس میکنم ما را ببخشید. ما را ببخشید بانو. بانو ما اشتباه کردیم. از پیش چشمانم دور شوید. نمیخواهم شما را ببینم. هر دو را از قصر من بیرون کنید. اگر من جای شما بودم خودم را میکشتم. خودم را در نیل غرق میکردم. با ضرب تازیانه نابودتان نکردم از اینجا دور شوید. بروید. خدایا شما را حفظ کنم. بروید. دردهای زلیخا کم بود. هر روز از آسمان سنگ بلا میبارد. یک روزم با رازوقه را غارت میکنند. امروز زیورالات مرا میدوزند. فردا از زمانی که انبار رازوقه را غارت کردند بعضی این بیچاره‌ها خیلی بدتر شده. شنیدن به فرمان یوزارسیف هر کس که در مزرعه‌ای کار کند میتواند به تدریج صاحب آن شود. همینطور است. به میزان محصولی که تحویل سیلوها دهد صاحب زمین‌های آخنتا می شود. یعنی من اشراف زاده نمیتوانم همانند یوزارسیف بخشنده باشم؟ شما از این پس آزادید و من همه املاک و مزارع گندم و پاپیروس و کتان را به شما میبخشم. سپاسگزاریم بانو. درود بر بانو. من چیزی ندارم که با آن شکم شما را سیر کنم. در این مزارع کار کنید و با آن غذای خود و خانواده‌تان را تهیه کنید. این بزرگواری و عنایت بانو زلیخا را هیچگاه فراموش نمی‌کنیم. خدایان شما را حفظ کنند.
اینجاست که عاشق باید رنگ معشوق به خود بگیرد. اگر یوسف خود را خادم محرومان می‌داند، چرا زلیخا نداند؟ اگر او هیچ چیز را برای خود نمی‌خواهد، چرا زلیخا بخواهد؟ همه ثروت شما همین املاک بود، چرا بخشیدید؟ مزرعه میخواهم چه کنم؟ اگر لازم باشد این قصر را هم خواهم بخشید. من که نمیتوانم آن مزارع را اداره کنم. آن بیچاره ها هم که نباید از گرسنگی بمیرند. پس لااقل بگذار اموراتشان را خودشان اداره کنند. پس ما چی؟ خودمان از گرسنگی بمیریم؟ به اندازه خودمان داریم. نترس، از گرسنگی نمیمیریم. چه شده؟ چرا همه اینجا جمع شده اید؟ کجا بودید بانو؟ یکی از خدمتکاران که چیزی را زیر لباس پنهان کرده بود به سرعت از قصر خارج شد. در پی او رفتیم بانو، اما گریخت. نفهمیدید چه بود؟ من نگاه کردم بانو، ظاهرا تعدادی از لباسهای شما بود. پس رودامون، هرچند رودامون با من در حیات مجاور بود. لباس میخواهم چه کنم؟ آن زمان که این لباس ها باید جلوه میکردند و یوزارسیف را شیفته خود میساختند، نساختند. اکنون با آنها نیازی ندارم برای که بپوشم. اگر بانو اجازه دهند من هم مرخص می شوم. کجا؟ در قصد برای من کاری نیست و حضور من بی ثمر است. من یک سربازم. در جای جای ارتش مصر می توانم خدمت کنم، اما در اینجا احساس می کنم که وجودم ضروری نیست. ولی ما در اینجا به تو نیاز داریم. من به اینجا تعلق دارم. هر روز به دیدارتان خواهم اومد. دیگر برایم فرقی نمی کند. هر طور میل شماست. از پیامبر خدا انتظاری هم جز این نیست. میدانستم همه پیشبینی های او تحقق خواهد یافت. تو از مفاد این نامه اطلاع داری؟ بله جناب فرمانروا. 5 سال پیش در همین تالار در محضر جناب اخناتون بزرگ جناب یوزارسیف فرمودند کاهنان با ذخیره سازی گندم زمینه شکست خود را فراهم. در اینجا نوشته شده 5 سال از ذخیره سازی گندم می‌گذرد و اکنون باید گندم ها آفت زده باشند. باید هوشیار بود جناب فرمانروا و نگذاشت که گندم ها را در خفا از بین ببرند. مردم باید از زیانی که معبد به حاصل دسترنجشان زده آگاه شوند. اگر گندم ها آفت زده باشد باید مردم از این خیانت مطلع شوند. ابتدا باید در کمین نشست تا ببینیم کی گندم ها را از بین میبرند.
بله جناب. تمام سیلوها را بازدید کردیم. تمام گندم‌ها را آفت زده. اصلا قابل استفاده نیستن. مأمورین سیلوها چه می‌کردن؟ چرا خبر ندادن که پیشگیری کنیم؟ اینها انبارهای ذخیره هستند. سالها پیش اونها را مرموم کرده بودیم و قرار نبود قبل از آغاز قحطی با آنها کاری داشته باشیم. بر حسب اتفاق متوجه اونها شدیم. متاسفانه نمیدانستیم که گندم بیش از 2 سال دوام نمی آورد. این گندم ها که ما دیدیم 2-3 سالی هست که خراب شده. یعنی اصلا قابل استفاده نیستن؟ به هیچ وجه حالی جناب. حتی به حیوانات هم نمیتوان داد، چه برسد به انسان. همه را به نیز بریزید. مردم نباید این گندم ها را ببینن. فقط مواظب باشید مأمورین حکومت متوجه نشوند. اگر یوزارسیف از این ماجرا باخبر شود همه ما را رسوا خواهد کرد. شبانه و با احتیاط همه را به نیز بریزید. چرا گندم ها را به نیل میریزند؟ اونها دیوانه شدند. در این موقعیت کمی به فکر جمع‌آوری گندم هستند. این کار یعنی چه؟ فرمانده هرم‌هاب اجازه شرفیابی میخواهند. از تصدیه نابهنگام خود پوزش میخواهم. مأمورین اسکله گزارش دادن که کاهنان مقداری گندم به نیل میریزند. گفتم شاید ضروری باشد که مطلع شوید. بله ضروری است. بسیار هم ضروری است. حاجب، مالک مشاور جناب یوزارسیف را نزد من بخوان. باید مردم این اقدام کاهنان را ببینند. گویا جناب یوزارسیف از طریقی می‌دانستند که موعد خرابی گندم ها همین روز هست. در خدمتم جناب فرمانروا. همکنون جناب هرم‌هاب خبر آوردند که کاهنان گندم های معابد را به نیل می‌ریزند. تعدادی از مردم را فوراً به اسکله تبس ببرید تا شاهد ماجرا باشند. این بهترین موقعیت است. می‌خواهیم مردم بدانند که ارباب معابد با حاصل دسترنجشان چه می‌کنند. پیشبینی جناب یوزارسیف چه زود تحقق یافت. مالک عجله کن. برو ببینم چه می‌کنی. آنجا چه خبر است؟ شما چه میکنید؟
چرا این گندم ها را در نیل میریزید؟ شما دلسوز مردم هستین یا اینکه دشمنان مردم؟ مثل در معرض قحطی زنوقت شما گندم ها را از بین میبرید؟ ای وای، بدتر از این نمیشد. آبرویمان رفت، به ما رحم کند. فکر نمی کردم پیشبینی جناب یوزارسیف تحقق پیدا. برویم که دیگر نگاه های آنها را نمیتوانم تحمل کنم. برویم. خراب است. همه این گندم ها کل خورده و سیاه است. در این بحران چرا دسترنج مردم رو از بین میبرند؟ تمام گندمی که در سیلوها ذخیره کردند خراب شده و مجبورن که آنها را از بین ببرند. منتها از ترس مردم شبانه اقدام به این کار میکنند. بنگرید، گندم ها را بنگرید، اگر نه اینکه کاهنان باید خادمین مردم باشند. این است معنی خدمت. این گندم در زمان قحطی جان چند انسان را نجات میدهد. این گندم حاصل دسترنج چند کشاورز است. چقدر برای تهیه آن زحمت کشیدند. این حاصل ذخیره سازی ناگاهانه است. کاهنان معبد آمون به جای اینکه به فکر مردم و خطر قحطی باشند، به فکر سیر کردن شکم خود و نابود ساختن دلسنج مردم هستند. نفرین بر کاهنان معبد! بازم افتضاحی دیگر. بعد از ماجرای تعبیر خواب این دومین باری است که یوزارسیف معبد آمون را مفتضح می‌کند. میدانید این خسارتی که به ذخیره گندم معبد وارد شد چقدر جایگاه مردمی معبد آمون را تضعیف کرد؟ این یه جنگ است. اگر یوزارسیف هم چنین اشتباهی میکرد لحظه ای مجالش نمیدادیم. آفرین، به نکته خوبی اشاره کردیم. یوزارسیف از همون نقطه‌ای که ما آسیب دیده ایم آسیب پذیر است. من هنوز امیدم را از دست ندادم. به مردم بگویید اگر ذخیره سازی گندم توسط معبد خطا بوده است، ذخیره سازی یوزارسیف چرا خطا نباشد؟ اگر گندم معبد در عرض 5 سال خراب شده، ذخیره در طول 7 سال که قطعا بیشتر باید خراب شود. اگر ذخیره سازی اشتباه باشد، چرا یوزارسیف این اشتباه را تکرار می‌کند؟ راست می‌گویی. بدین ترتیب نوک زوبینی را که یوزارسیف به سوی ما نشانه گرفته است به سوی خودش نشانه خواهد رفت. مردم زیادی آنجا مجتمع شدند.
و از این قصور معبد سخت خشمگینند و آنان را عامل نابودی دسترنج شمار عظیمی از کشاورزان و کارگران می‌دانند. اگر مانع نشده بودیم بسته با کاهنان نزاع هم می‌کردند. این بدیهی است. مردم نمی‌توانند نابودی دسترنج خود را ببینند. گندم در این زمان بسیار ارزشمند است. شما از این که مردم را علیه معبد آمون شورانده اید خوشحال هستید؟ چرا خوشحال نباشم؟ آمون دشمن ماست. بدیهی است که شکست دشمن ما را خوشحال می‌کند. 3000 سال است که مردم مصر آمون پرستند. خیلی ها خواستند آمون را از اریکه الوهیت به زیر بکشند ولی نتوانستند. بیشک شما هم نمی‌توانید. مردم که خشمگین بودند و به ذخیره سازی گندم توسط معبد ایراد داشتند. نکته نماند که کاهنان هم همین ایراد را به ذخیره سازی گندم توسط یوزارسیف داشتند و ما جواب قانع کننده ای نداشتیم. من قبلا این سوال را از یوزارسیف کردم. یقین دارم او برای همه کارهایی که می‌کند دلیل قانع کننده دارد. باید دید چرا جناب یوزارسیف آگاهانه باعث نابودی گندم‌های مردم شده است. ایشان جواب سوالهای مردم را چگونه خواهند گفت؟ من تردیدی ندارم که یوزارسیف اشتباه نمی کند و برای همه کارهایی که کرده پاسخی دارد. این غیر ممکن است. یعنی گندم هایی که یوزارسیف ذخیره کرده هنوز خراب نشده؟ نمیدانم و برای اهمیت چندانی هم ندارد. فقط میخواهم بدانم یوزارسیف به تبس آمده یا نه. خبری از اون نیافتید؟ نه بانوی من، از او خبری نیافتیم. به تازگی به تبس نیامده بانو. ایمان دارم که او به تبس بیاید و من بیخبر بمانم. نگران نباشید بانو. بیشک اگر ایشان به تبس بیاید ما با خبر میشویم و به شما اطلاع میدهیم. قول میدهیم. مطمئن باشید بانوی من، مطمئن باشید. من یوزارسیف را دوست دارم و برای رسیدن به او لحظه شماری میکنم. من باید او را ببینم. پس قصد عزیمت به منفیس را دارید؟ اگر جناب فرمان روا مرخص کنند. دلمان برای یوزارسیف بسیار تنگ شده است. گزارشی از حوادث تبس به او بدهید و بگویید برای امری ضروری به اینجا بیاید. امری بسیار ضروری. بگویید جناب فرمانروا ایشان را احضار کردند. حتما به تبس بازگردند. اطاعت عالی جناب. نمیداند چه دسیسه‌ای برای او کرده ای. نمیشتابو. این مسخره نیست. ذخیره سازی گندم با خوشه؟ یوزارسیف میتوانست به جای ساختن این همه سیلو یه سیلو بسازد و گندم پاک کرده را که به مراتب حجم کمتری میگیرد ذخیره کند و سرمایه این مردم بیچاره را این گونه هدر ندهد. چه عرض کنم؟ جناب یوزارسیف آمدند. میتوانی از خود ایشان سوال. سلام بر نبی خدا. درود خداوند بر تو. درود خداوند بر شما. چه شده کاهن؟ آمده گندم تحویل بدهی؟ نه عالی جناب. آمده از جنجال بپا کنه. میگوید چرا این همه سیلو ساخته اید؟ پاک شده این گندم ها یک سیلو بیشتر نیاز نداره. او راست میگوید. ما میتوانستیم به جای این همه سیلو با یک سیلو ذخیره سازی را انجام دهیم. اما در آن صورت به سرنوشت آخماه و بزرگ کاهنان مصر و گندم های آفت زده‌اش دچار می‌شدیم. آری. رازی که 5 سال است به احدی نگفتم همین است. رازی که خداوند به من آموخت. یعنی ما هم میتوانیم با خوشه گندم را ذخیره کنیم؟ همه میتوانیم. البته اگر فرصت ساخت سیلو و ذخیره سازی گندم داشته باشید. پس میدانستید چه زمانی راز نگهداری گندم را افشا کنید؟
تو کاهن زیرکی هستی. من باید مانع سوء استفاده کاهنان و صاحبان ثروت و مکنت می شدم. خداوند مرا مأمور نجات مردم مصر از این قحطی کرده است. اگر همه می دانستند که چگونه گندم ذخیره کنند، اینک سیلوهای تبس انباشته از گندم نبود. درود بر پیامبر خدا. درود خداوند بر تو. از تبس چه خبر مالک؟ همه چیز مرتب است. عالی جناب، کاهنان به شدت از شما خشمگینند. آخناتون و بانو برای دیدار شما لحظه شماری میکنند و تاکید داشتن هرچه سریعتر به تبس برگشته و به دیدار ایشان بروید. بسیار خوب. نمیسابو، تو پیشا پیش به سوی تبس حرکت کن و خبر بده که ما امروز به سوی تبس میاییم. به طاعت آنجا. فکر کنم مطلب مهمی است که میخواهم مرا ببینند. نمیسابو. جناب رودامون، تو باید در منفیس نزد یوزارسیف باشی. اینجا چه میکنی؟ آمدم خبر بازگشت یوزارسیف و از سفر منفیس به جناب آخناتون بدهم. تو اینجا چه میکنی؟ من مأمور حفاظت و نگهداری از اسکله هستم. از دیدار تو بسیار خوشحال شدم. تعجیل دارم. همکنون جناب یوزارسیف وارد تبس میشوند. گفتنی ها بسیار دارم. باز میگم. برو ریاض. به سرعت به قصد پوتیفار برو. از جانب من به بانو زلیخا بگو آن کس که مورد نظر شماست امروز به تبس باز میگردد. کجا بانو؟ مگر نشنیدی؟ یوزارسیف به تبس میآید از طریق نیل. من او را دوست دارم و او باید بداند زلیخا دست از طرف بر نمیدارد. این سرباز باید مژدگانی دریافت کند. با این وضع مناسب نیست. برای شما عیب است. سپاسگزارم. تمام تیامینی، حال خوشی ندارم. این بالاپوش را بردارید و به دنبال او بروید. خودش است. مشاور اعظم و صاحب مقام زرین. او معبر بزرگ یوزارسیف است. هموز یوزارسیف حکیم، رساق مردم مصر. یوزارسیف
دیدی؟ بر دوش برده ها سوار نشد. او آمده است تا بار از دوش مردم بردارد، نه اینکه باری بر دوش آنان شود. بانو، شما چرا میخواهید یوزارسیف را ببینید؟ میخواهید عشق خود را به او ابراز کنید؟ خیال کردید او به شما بها میدهد؟ او اینک جوان و زیبا و مقتدر است، ولی شما چه؟ اصلا فرصت کردید خود را در آینه ببینید؟ یعنی من خیلی زشت شدم؟ اگر اون مرا میدید تحقیرم میکرد، زشتی و پیریم را به رخم میکشید. این زلیخاست؟ زیباترین زن مصر؟ آری، همان که با تخت روان بر دوش برده هایش از کوچه های تبس عبور می کرد. می بینی عشق با او چه کرده؟ نه، یوزارسیف من اینگونه نیست. هیچگاه مرا تحقیر نمی‌کند. اما باز هم به دیدار او می‌روم. اما نه، نباید مرا ببیند. من باید خود را ببینم آیا هنوز زلیخا هستم. باید خود را ببینم. یار بی وفا، رسم دوستی این است؟ خداوند جناب آخناتون را به سلامت بدارد. به دنبال اجرای فرامین فرمانروا هستند. کدام فرمانروا؟ باری است که خداوند بر دوشت گذاشته، نه من. فرمانروای حقیقی اوست و اوست که تو را برای نجات مردم مصر گسیل داشته است. این عروس مهربان ما چگونه؟ سپاسگزارم عالی جناب. خوش آمد. چه عجب جناب یوزارسیف دوستان قدیم را هنوز به خاطر می آورند. فراموشی رسم ما نیست. به حضور رسیده ایم که فراموش نشویم. آمدن تا پاره از مسائل جاری مملکت را به عرض برسم. حتما مسائلی در خصوص ساختن سیلو و ذخیره گندم، یا شاید در خصوص نیازمندان و کشاورزان، و یا در خصوص کاهنان و خودکامگی هایشان. یک خادم جز اموری که به او سپردن کار دیگری ندارد. بیشک اینها مسائل مهمی است. مسائل جاری مصر بماند برای بعد. ما امروز برای شما خوابهای دیگری دیده ایم. ولی من از ذخیره سازی گندم، ساخت سیلوها و دسیسه های کاهنان مطالبی دارم که باید به عرض برسانم. من اطمینان دارم که شما هم از عهده امور جاری برمیایید، هم از عهده کاهنان و دسیسه های آنان. به این امور بعداً هم میتوان پرداخت.
شما برای آمون و کاهنان معبدش نقشه بکشید، من و جناب آخناتون هم برای شما. بیهوده ذهن خود را مشغول نکنید. ما تصمیم گرفته ایم تا شما را از این تجرد و تنهایی بیرون بیاوریم. پس موضوع این است. تا کنون به ازدواج فکر نکردم. من پیشنهاد میکنم از امروز به بعد حتما به آن فکر کنید. به آسنا دختر کاموسس، کاهن یکتا پرستان، بزرگ کاهنان معبد آتون، دختر زیبا و خوبی است. پس علت احضار بنده از منفیس این است. شما همین امروز به نزد بزرگ کاهن معبد آتون جناب کاموسس بروید و آسنات دختر او را ببینید. با این همه عجله؟ چرا که نه؟ آسنات هم زیباست هم یکتا پرست. آری. تو باید هرچه زودتر ازدواج کنی. این امر حکومتی است و باید اجرا شود. حتما علی جناب، حتما. پیر و شکسته شدم. نه، چروک‌های چهره و پیشانیم رو دیدم. زشت شدم. نه، اما هنوز وجاهت و بزرگی در چهره شما هست. یعنی یوزارسیف رغبت میکند نگاهم کند. شما هنوز مهربان و دوست داشتنی هستید بانو. نگران نباشید. یوزارسیف خیلی جوان و زیباست. او به من نگاه نخواهد کرد. 15 سال گریه و زاری سنگ را ذوب میکنه. تو که جوانیت را برای یوزارسیف دادی. جوانیم را برای یوزارسیف دادم. ای کاش جانم را میدادم. درد من این است که او نمیداند در فراقش من چه میکشم. ای کاش میدانست. ای کاش میدانست. از من چی میخوای؟ این زن که بود؟
از من چه میخواست؟ چرا چهرهش معلوم نبود؟